مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. شرف مدیا تقدیم میکند. ملغت باشه. خانم زیلو شما هستید؟ منم قماندان. دخترتان کجاست؟ مادر جان، این چیست پسرم؟ یک زن اینو فراموش کرده است. تنی بجوش گذار. بردم میدیم خورسان میشود. احمد پسرم. خواهر جان، شما فراموش کرده. نه مادر جان، نجاته مادر جان. نه از اینجا، من یک رفت هم صدوی دستم چی بود؟ کجای رو تر کندم برادرم؟ چی واقع شده است؟ چی گپ است؟ تو با مرا با کجا گذاشتی که چرا هم با در بچه نترکید؟ من از کجا میدونم سینو؟ همه آماده شود خیز که مسجد را آتش میزنیم. همه آدمانی در مسجد بوده هلاک بشوند سینو. با فکرم تو مرا نشنیدی که رفتیم همه از پس من. همه جا را کفتیم. دختر در خانه نیست قماندان. پری رفزنی دخترتان کجاست؟ من نمیدونم قماندان. شما را دستگیر میکنیم. او را برید. ایتوان باید رفتیم قماندان. راه گردید زودتر. بیاید زود باشید. راه گردید. چرا ایستاده؟ این خدا چی گفت؟ چی؟ از روشنی میترسید؟ حالا زنگان ما کیستان؟ چرا ایستاده؟ متپرانه. شرف مدیا تقدیم میکند. هیچ چیز را نمیفهمم. یا پری سلامت باشی. آیا تو هر روشنی آمدی؟ کچه با خدای کچه زود باش. کس گفتم مسجد رجوع میکنیم. زودتر زود بس. سینان چی واقع رئیس چی شد؟ شما همتون اقوازا رو خورده. چرا سینا باید در اینجا میگرده؟ سربازان در دهن. زود از اینجا روید. فهمیدم از اینجا میروید. کچه زودتر. بی عقلا. مرحمت قماندان، مرحمت. خانم زیلا گناه ندارند. خواهش میکنم او رو نبرید. با سلاحداران همکاری کردنش را اعتراف نمود. اگر سلامتیش خوب نباشد یک چند روز مهلت میدهیم. بیماریش جدی نیست، لیکن این کار رو برای دخترش رو نجات دادن کرد. این رو همه میدونند. بدونید خانم زیلا انسان خوبند. وظیفه من او را به دوستان سپردن است. آن طرفش را سود خواهد می‌کند.
بگناهید میدونم. شما رو پرسش نموده جواب میدهند. خالای زیلا سرتان رو بردارید. گریه نکنید. برای چی گریه میکنم نمیدونم. برای شرمنده شدنم یا برای دخترم را نجات داده نتوانستنم. شما شرمنده نشدید خالای زیلا. شما مادری میباشید که برای فرزندانش جانش را فدا میکند. انشالله برفین هم نجات مییابد. برفین را نجات ده پسرم. او را صاحبی کن. او به تو او خواهرت حساب می شود. برفین را صاحبی کن. رفتیم بچم. اطاعت قماندان. بیاید رفتیم. خانم زیبا. خانم زیبا. بیچاره زمان رفتیم میرویم. تو گازه. صدقسز خالای زیلال حیاتشون رو سزاندن. طرف بدی کار رو فکر نکنید. خالای زیلال رها مییابند. هممون بیگناه بودنش رو میدونیم. لازم شود ما نیز رفته بیانات میدهیم. برفین چی؟ سربازان او را نیفتند. با فکرم از ده رفته است. شاید باز به نزد سلوهداران رفته است. او هم حیف شد. او حالا جوان است. بسیار هم دختر دل صاف و با تمکین بود. نمیفهمم چطور به دامی آنها افتاد. او را زهرالود کردند. با داروهای دادهشان ماینه سری او را خراب کردند. رزیلان. رفتیم. زینب با تو چی شد؟ زینب خیلی انسانی من با شما خلیتر آموزاندم. پرنده بلانه از بردش کنو. با من بیا کچه کنی مشقتان رو دوام ده. من اومدم قماندان. بدیهتان رفتی مجده؟ با خبرگیری مادرم رفته بودم. مادرت سلام کنته فکر کردی اخفش کلاب نکوری ازی؟ من چکر کردنم رو نمیدونم. اکای سینان اقلم در جویش نیست. با من دارو دیه بده. من میروم بنازی جنابی سبا میروم 2 نفر را جرزان. این ابله را باید به نظارت نماند. فهمه سینان. سلاحت در کجاست مجده؟ گم کردم. نخواد سلاح را گم کنی اصلا. چرا گم کردی؟ برای سلاح را گم کردن از میرکشم. سینان بزر فرقت رو از دختر نبرا. گچه من میروم. جنابی سبا مرا انتظارم. او هم با من میرود. کنی رشته رو راه کرد. شكلكن حابين الصحافة تحكي عنكن مو هيك؟ ما عم تقدروا تعملوا شيء. عم تضيعوا الوقت. نحن لازم نزيد الإرهاب. والقيادة انزعجوا كتير لأنه أنتم ما قدرتوا تفجروا الجامع. الحق معهم، بس يعني صار غلط صغير وما كنا حاسبين حسابه. حاجة تبرر حاج؟ غلط صغير؟ شو هالغلط هاد؟
بشغلنا ما في مكان للغلط أبدا، وما بيصير نضيع مثل هيك عملية كبيرة مشان شغلات تافهة. ولا يهمك، بالمرة الجاية رح نتلافى كل هالأغلاط الصغيرة هي. وهلأ في خاين بين إيدي، شرف مدى جماعتي رح يجوا تقدم مشان مكند. بدهم يحضروا تنفيذ الحكم. كمان في عندي صحفي مشان صور لك عملية التنفيذ كلها. اسمعني منيح، نحن حتى نقدر نتابع ونضل واقفين على رجلينا لازم نعمل عمليات كتير كبيرة يا آغا، والإعلام شغلتنا نحن، يعني اتركوا هالشغلة علينا. یعنی بچه ها با بیرون برید حلال نرسون خدای توبه سلامتیش خوب بود. با او چی شد دکتر؟ خواهر نشوید آقای حمید، فشارش پس شده است. سببش حادثه های روزهای اخیر به سرش آمده است. به خود میباید شما خواهر نشده به خونهتون روید. مایلش خوب. طاهر مرا تنها نگذار. تو رو تنها نمیگذارم زینب. هیچگاه تنها نمیگذارم. مرا تنها نگذار. خوش آمده جناب. ناراحت نشو. شین. برای تو یک وظیفه بر اومد. در دست یک خاین دارم. این خبر رو نزدیک در همه جا پهن میکنی. یعنی تشکیلات قربانی میکنند؟ خیلی خوب. این خیلی خبری خوب میشود. انشالله. جناب مرا جه زدید؟ سینان آمده ایستاده است. عزیز رو دستگیر کرده در یگانجا محکم کنید. این خیانتکار همانجا مرگش را انتظار شود. اطاعت جناب. اکنون رو. خوش. گرسنه نیستی؟ نه سلامت باشه. نه. حالت خوب است زینب؟ تشکر زیاد طاهر. اکنون من روم. بشین زینب. با تو صحبت کردن میخوام زینب. اگر در خصوص خانه دار شدن باشد این موضوع رو محکم کردیم طاهر. نه زینب، من با تو خانه دار شدن میخواهم. میدانید اگر خانه دار شدیم چی میشود؟ یک قسم حیاتتان رو برای زنده ماندن من صرف میکنید و بوی میدهید. قسم دیگرش رو باشد پس از به حق سپاریدن من با غم و اندوه میگذرانید. شما این رو تصور کرده میتوانید؟ شما چی کار کردنتان رو نمیدانید. از این دیگر روید، مرا فراموش کنید. کسی دیگری را یابید با خانه دار شده فرزند دار شوید. خودتان رو نسوزانید طاهر. مرا فراموش کنید. من چی کار کردنم رو میدونم زینب. زینب خوبی دخترم؟ خدا را شکر که با پا خیستی. ما را سخت ترساندی دخترم. خوبم پدر، با فکرم کمی خسته شدم. باید استراحت کنم پدر. مایلش با بالا برآمده استراحت کن دخترم. رو. السلام علیکم آقای حمید. و علیکم السلام دکتر. با شما صحبت کردن میخواهم. بخیر است دکتر. مرحمت.
من عرف و عادت شما رو نمیدونم، برای همین نمیدونم از چی سر کنم. من با زینب خانه دار شدن میخواهم. عزیز چی گفت؟ چرا داد میزنی؟ چرا به کار نرفتی؟ عزیز رو میکشن. تو چی گفتن تو میدانی؟ آدمانی سبا میوین بیا عزیز از اینجا گرسنه وگرنه تو رو میکشن. تو چی صاف صدا میگوری از اینجا؟ جنابی سبا برای چی مرا میکشن؟ من قریبی به تو باوری دارم گفته بودن. من خدا بگوشای خدا رو شنیدم. در نزدشان یک مهمانی ناشناس بود. جنابی سبا با اون صحبت میکرد. بعد به این بود گفت که عزیز رو در یکانجا محکم کنید همونجا مرگش را انتظار شود. چیزی میگویی؟ بله. یک دمیز من سلاحم را گیرم. زودتر عزیز آنها حاضر رسیده میآیند. ایسا با کجا میرزونی؟ عزیز ایسا آمد کجا میروی؟ چرا این کارو کردی طاهر؟ دخترم، من دکتر رو شخص جدی حساب نمی کردم. باور نمی کردم که با تو خاندار می شود. لیکن او در حقیقت هم به تو نیت خاندار شوی دارد. من با طاهر خاندار شدن نمی خواهم پدر. من با او صحبت کردم. آمده از روی رسم آینمان تو را خواستگاری می کند. پدر من خاندار شدن نمی خواهم. زینب، قرار را من می برارم. نمی خواهم گفتم پدر. دخترم، هم نمی خواهم می گویی و هم در خوابت نامش را می گیری. آخه تو هم او را دوست می‌داری، پس چرا نمیگویی؟ زینب، توی میشود. زینب، دخترم، ایسا. زینب، دخترم، در را کجا صحبت میکنه، مشورت میکنه. زینب، در را کجا، در را کجا زینب، در را کجا میگوید. اما کیزه کو یاری دی جوانم رو میکشم. با خدا جنابی سبا قرارش را برآورده است، چه اکنون یگان کار کردن نمیشود. جناب سینون می آیم. بافین سرده مرا تو شود نزد. خوش آمدی پهلوان. خوش آمد. خیانتکار در کجاست؟ مرحمت به درون داره. گذارید از پس من آید. جناب خاکی پایتان شوم جناب. عزیز را نکشید خواهش میکنم. دور کنه. گیره دورا عبدالله نکشید اف کنید جناب. چو میکنم بردار. جناب التجا میکنم مرا نکشید جناب. جناب مرا نکشید خواهش میکنم جناب. راست بشی پایم. گیره تو را. ایبار روزنامه نگار را بیار. حاضر جناب. جناب خواهش میکنم مرا نکشید. روزنامه نگار چی لازم جناب؟ او همش را ثبت میکند، هم برای ترغیبات تشکیلات و هم برای ترسانیدن خائنان تشکیلات. یعنی یک راهی ترساندن. بله. بیا روزنامه نگار بیا. لبای جناب. با قتل رسانیدن این خائن را پناهوار میگیرید. احمد سر کنید. رویم را پناه کنید. مجده گردمیز. التماس مرا نکشید. شما هم رویتون را پناه کنید. مجده تو هم. خاکی پایت شما التجا میکنم. آماده ای ابله؟ آمادم. خیلی پناهوار میگیرم جناب سبا. سینان مرا نکشید. مرا پناهوار نگیر.
اوی ابله من با تو گفتم که ما رو با نوار نگیر گفتم نگیر. این قربانی برای خائنان و جاسان در تشکیلات بوده درس عبرت شود. نکش سینان، نکش مرا سینان این کارو نکش مرا. ایست واقعا پیش مرا نگیر. احمق تو مرا مسخره میکنی. ایسا سینان او حق است پیش او را نگیر من ثبت کنم. شد فهما مرا نکش سینان، نه پران التجا میکنم مرا نکش. ایست با چی شد؟ خونالود شد. فهما اکنون آماده ای ابله تیار شدی؟ تیار. بیدا رویم رو کشا. ایباد لبای جناب. این خائن رو برده یکان جای دور پرتوید برای او قبر حیف است. رفتم راه گردید. ها واقعه های در اینجا روی داده در بینمان مانند و این دیه اصلا آمدی ما رو هم نمیدانی و نمیشناسی فهما؟ ما سرچشمه خبرهای ما رو پنهان می‌داریم جناب سبا. با من نگر اگر یگان کس فهمد این آخرین خبرت میشود خالیستمان. خب در فکر مادامی باوری ناگ می نمایی. ها فراموش نکن از این نوار نسخه های زیاد می خواهم. وای چی بود؟ چی میگوین دیویدی فهمان؟ البته جناب. یای اینجا بیا. امر نمایی جناب. او رو نازکک احتیاط کنید. خوب شده است جناب. خیر میلش برای کار. او را از کجا یافته جناب سبا؟ یکی از روزنامه‌نگارانی که به دهه آبی کلان آمده باز ما را نفروشد. نمیفروشد. او خیلی نام برآوردن میخواهد. پول را خیلی دوست میدارد. خبرش را از آدمان گرفتم. نمیفروشد. پروا نکن. فهما اگر با ما یگان کار نداشته باشد به قرارگاه برگردید. حالا ایست شتاب نکن. با تو گفتنی دارم. برادر از اوده ترکاندن این مسجد نبرآمدنت سردارانمون را ناراحت کرده است. اگر خواهد برای اصلاح خطاگیم به دهه هجوم کرده دکتر را. صبر کن سراسیمه نشو. دکتر نمیشود سینون. دکتر نشود پس معلمه را آخر او را باید به ما میسپاریدند. عصبی نشو. او را البته به ما میسپارند. اولو میبینی. زینب دخترم در را کشا. خاندار نمیشوم گفتن از من میدارد. سودای دروید از اینجا. نخود دختر برآمده با شما صحبت کند. ای بس شما روید من با او صحبت میکنم. نه ینگه بکشاید چاره دیگر ندارد. زینب شما کاردار نشوید. گفتم که من با او گپ میزنم. مایلش ینگه شما با او صحبت کرده چی در داشتنش را فهمید. من میروم خیر. زینب پدرت رفتند. درو شو دخترم با تو صحبت میکنیم. کنی بیو اینجا شین دخترم. جانکم شیرینکم خوشبویکم زینب جان در دستی من به بایه رسیدی. تو و آیشه برای من یکیت. گرچنده نگویی هم دختر رو دوست داشتنت رو میدونم دخترم. کسی نیست که او رو دوست ندارد. انسانی خوب است پاک وجدان است. از جوانی خوبترین نیست. میدونم دخترم. خیر میلش فرض کردیم که او رو نمیخواهی. که اویل دور میشوی. وقتت هم رسیده است همی خیل میگردی. ینگه من خونه دور نمیشوم. دخترم چی ها میگویی؟ برای چی اویل دور نمیشوی؟ چی تو رو باز میداره؟
کانی با من سببش رو گوی. چی شده است؟ گوی زینب، من به جای مادرت هستم. اگر یگون مشکلی داشته باشی گپ زن دخترم. حاضر اون چیزی که به شما میگویم هیچ کس نباید فهمد ینگه. مایل است دخترم. من بیمارم. دخترم نامزدت دکتر است. تو رو تبابت بیماری من درمان ندارد ینگه. من سرطان. هر لحظه مرگم رو انتظار شده، آیله دار شده، نمیتوانم ینگه جان. بیماریم رو سایر هم میدانم. نمیخواهم که از روی دلسوزیش با من خانه دار شود. اکنون برای خانه دار شدنتون هیچ مانعی نمانده است. کنه ببینیم زینب چی میگوید. شرف مدیا تقدیم که میکند. حامد راضی باشن زینب هم با راضی کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. بینم هممون میدونید که اون نیز به شما عاشق شده است. به قریبی دردی همانطور می شود انشالله. انشالله دیلو. مبارک شود آقای طاهر. تشکر. آقای دکترم اینجا هست. در درون. چه واقعی اما که حمید؟ با خیر است آقای حمید. دکتر راست است که زینب بیماری سرطان است. جواب ده، بگویی که دروغ است. بگویی که زینب بیمار نیست. چرا خاموشی دکتر؟ چرا خاموشی؟ شنید آقای حمید شنید. جواب ده. بیایید شنید. جواب ده. شنید. بیایید اما که حمید. مرحمت. بیایید شنید. آروم شوید. جواب ده دکتر. گوی که بیمار نیست. متاسفم نه. او بیمار است. زینب وقتی در شهر بودنش به این بیماری گرفتار شده است. برای روزهای آخر حیاتش را نزد شما و دادرش گذراندن به ده برگشته. تا اونی که زنده است به ده خدمت کردن میخواهد. گوی که بیمار نیست. دکتر او باز چقدر عمر میبیند؟ این رو تنها خدا میداند. آقای حمید با شما چی شد؟ خوبید؟ خوبم. خود رو احتیاط کنید. زینب دخترم زیق نشو جانکم، زیق نشو. خودت میدونی که به تو زیق شدن ممکن نیست. دارو دارم ینگه جان استعمال میکنم میگذرد. مایلش حاضر برایت آب میارم. گیر جانکم. زینب دکترم. پدر زینب شما چی شد؟ اکای حامد با شما چی شد؟ با شما چی شد؟ رافع آقای رافع. آن جناب سید. بهار شده است. کمی سیر و گشت کرده تا به اینجا آمدم.
یک بار خواستم خاطررسان کنم که وقتی بردن معلم رسیده است. جناب سبا، بیایید شرطنامه ما رو دیگر کنیم. من در شما کسی دیگر رو دهم. اگر خواهید امیر رو میدهم. چی گفته؟ تو این طور میگویی، لیکن من نمیشود میگویم. گوش کن رافع، نزدم آمده برای دخترت زاری و تولد کردی و عوضی دخترت معلم رو میدهم گفتی مصلحت کردیم. التماس با من کمی دیگر مهلت ده. مهلت دست یا معلم رو میدهی یا اینکه دخترت میمیرد. قریبی برای معلم را بردن میآیم. خیر چو خوکی پایتون شوم اما کسی کن گوید عزیز رو با کجا بردن. جسدش رو چرا با من نمیدیم؟ باور کن نمیدانم خدیجه. کاش از دستم یگون کار می آمد. عزیزی رو با کجا برده؟ کشترت وقت نبود که جسدش رو هم نصف کرده. ظالم‌ها. جسد نیست، رو از اینجا. او را برده پرتافته. ایدار نکنه داخل. گوید که جسدش رو در کجا پرتافته. شوهر از تشکیلات خیانت کرد. با فرمان جناب جزایش رو دادن. برای این گونه آدمان قبر حیف است. رو هم نزدم. خیز راو دخترم بخانه را از دستمون کاری نمی آید. نخون بکفن و دو جلوترم. حیوان است مگر. سبا خدا جزایت رو دهد. سبا اینش بود که باشد. جناب خوش آمدید. مرحمت دارید. خیر است رئیس. آمدنی مرا فهمیده از خونت میگویید. نه جناب این طور نگویید. اگر آمدنتون رو میدونستم تیاری میدیدم. مرحمت جناب دروید. لازم نیست. من سراسیمم. همینجا میشود. مرحمت خوش آمدید. من هم خودی حاضر به نزد شما رفتنی بودم جناب. تو بیگم بالا نمیایی. جناب تلفن رو گوش میکنند. خواستم به خودم به نزدتون روم. خانم زیل رو میدونید، مادری برفین را. وای همون زنی که ریش مانده به تشکیلات همراه شده بود همان رو میگویی؟ برد و از او خلاص شدیم. خیلی مور جناب. کی رو گفت؟ او زنده است، نجات یافت. چی؟ همین صبح سربازان برای به تشکیلات همراه شدنش او را دستگیر کرده بودند. نخواد در عملیات بود. حتما شما را هم دیده است. دشمنی تشکیلات است. از کارهای تشکیلات با خبر شده است. اگر چیزهای دیدهش رو با سربازان نقل کنند. راست میگویی. من یک گذشته این زن رو کافت و کب میکنم. در هر کجایی که نباشد او از ما خلاص نمیشود. راست جناب راست. قماندان از جای بش قرآن افتیم. فهمو میتوانی برای اطاعت. شینید. بگوید که خانم شما مسلمانید. این چه سوال است قماندان؟ الحمدلله هممون مسلمانیم. مادامی که مسلمانید نمیدانید که تشکیلات بدین است. من این را نمیدونم قماندان. لیکن من با تشکیلات هیچ علاقه ندارم. پس چرا با تشکیلات همراه شدید؟ به خاطر دخترم قماندان. با دخترتان چه شده است؟ دخترم در دستی سلاحداران است قماندان. پس شما چرا با آنها همراه شدید؟ برای دخترم را نجات دادن. چرا دخترتان با کو برآمد؟ یک دشمنی خونین ما او را زنی سیم کردن خواست. از او گریخته به دستی سلاحداران افتاد. آنها باشند به دخترم دارو داده عقلش را تیره کردن. میدونید که مثل دخترم صدها جوانانی دیهمان را فریب داده مجبوران به کوه بردن. همه آن جوانان فرزندانمان، دادر و خواهرانمان حساب میشوند. سلاحداران برای ما هموطنانی فریب خوردهمان به حساب میروند. شهروندان این کشورند. اگر شما آمده در وقتش آنها را صاحبی میکردید، حالا دخترم همراهی آنها نمیبود. قماندان من نیز با تشکیلات علاقه ندارم. برای دخترم به کوه برآمدم. غیرت کن باز هم. غیرت کن. کوشش کن. او را بسیار احمد سینا. کوشش کن. کوشش کن. کوشش کن. جزای گریختن همین است. سخت عذاب میکشی، از این بدتر میشوی. سینا
چه گپ است؟ مژده کچه آماده شوید. آماده‌ام سینو. با فکرم کسی را دستگیر کردند. این ابله را از کجا یافتید؟ او را در پایان دیزل دستگیر کردیم. تو کیستی؟ من روزنامه‌نگارم. در اینجا چی میکابی؟ یا اینکه از جانت سیر شده ای؟ من به دهه آبی کلان میرفتم. یعنی به دهه آبی کلان رفتنی بودی ها؟ برو کابید. آیسته باز نشکند. نجام گفتم. نجام بابا نجام. سینو این چی است؟ کنگوی این چیست؟ جواب ده ابله جواب ده. چرا این رو همراهت میگردانی؟ این رو چکار میکنی؟ جواب ده احمق. برای کشتن یک نوبکار. کی را کشتن میخواهی؟ کی را کشتن میخواهی؟ گپ زن. سینو گپ بزنی یا نه؟ سینو مگر این دکتر نیست؟ در روزنامه چاپ شده است. بله برای کشتن طاهر آمدم. نخواد. خدایا چرا طاهر را کشتن میخواهی؟ از این آدم انتقام میگیرم. از در شهری کلان برای آدم کشتن آمدی. این جسارت را بینیده؟ هیچ گپ نه ها؟ در درون باز با هم گپ میزنیم. اول شکمت را سیر کن. مژده لبای سینو. با مهمان خوراک ده. خوب شده است. با من بیا. رو خوراکت را خور. شما باشد چیز چاره او را جمع کنید. بابا سینو زودتر باشد. سینو کچه چه گپ؟ چرا با اون معامله خوب کردی؟ جناب سبا نمیخواهم که دختر را به قتل رسانیم، لیکن اگر او کشد به ما گپ نمیرسد. از کجا معلوم که او راست میگوید؟ حاضر همش را معاین میکنیم که چه؟ آقای حامی چی حال دارید؟ و من چی شد دکتر؟ دلتون شما رو سخت آگاه میکند که زیخ نشده. خودتون رو احتیاط کنید. دیلو با آقای حامد سوزنده رو گذارم. منش آقای طاهر. زینب پدرم چه حال دارند؟ بهتر شدند. با آن کس چی شد؟ دلشون زینب دلشون. آخر او صحت بود. یک و یک باره به او چی شد؟ خدایا توبه. غم و اندوه. آقای حامد از این پس باید خودشون رو احتیاط کنند. بیماری دل خیلی خطرناک است. من میتوانم پدرم رو ببینم؟ البته. من هم دیدن میخوام اپا جان. بگذار اپا تنها دراید. پدرت رو ناراحت نکنی. میلش خدا خواهد پدر چی کنی باشه. تشکر دیم پدر جان. پدر جان خوب هستید پدر جان؟ خدا را شکر خوبم دخترم. سخت خباتی شدیم پدر. سبب بیماریتون غم و اندوهی زیاد بوده است. با شما چی شد پدر؟ چرا اینقدر غم میخورید؟ زینب دکتر تو را خیلی دوست می‌دارد. با او خانه‌دار شو دخترم. آقای حامد شما چیزی گفتید؟ طاهر ما میتوانیم پدرم رو به خانه بریم. حالا کمی استراحت کنند بدتر میبریم زینب. و این چی است؟ بلا زند این ناممکن است. ثبت نشده است. من چی طور این کارو کردم؟ ای خدا صاحبش خون شد. بکار درو بلا زند.
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. پسرم تو حتی جنازه هم نکردیم، قبر هم نداری. پسرم بابا جون باش کن چی شد؟ عزیز خدیجه بخش تو نمد آب بیرون. عزیز چه گفت شدی آقا؟ احوالی مادرت بد شد، برایشون آب میپره. پدرش چی حال داره؟ احوال پدرم هم خوب نیست، اما کی رضا او رو بردم. شوهرت از دنیا گذشت، تو اکنون چیکار میکنی خدیجه؟ خودم تنها چیکار میکردم؟ به خونه مادرم میرم. تو این طور میگویی، لیکن آنها تو رو رفتن نمیگذارن. برای چی؟ شوهرم مرد، من بیوه موندم، آنها منو دیگر چیکار میکنن؟ تو رو فاش نکن، لیکن تو رو به دادن شوهرت میگم. تو چی ها میگویی؟ آنها عقلشون رو خوردن؟ نمیدم و با این روزی نمیشه. تو دیگر علاج نداری خدیجه، خودت میدونی در اینجا عادت همین است. چه خیلی که گفتم، غم و اندوه به شما ضرر دارد. حالا باشد یک چند دارو میدهم، آنها رو البته استعمال کنید. علی آب میاری؟ حاضر میارم آقای دکتر. خدا از تو راضی باشد دختر. دکتری بیچاره در دهه یگان کس ندارد. پس از غیب زدن بابای ابراهیم تماما تنها موند. راست میگویید خالای گلی، بابایم آقای طاهر رو پشتیبانی میکردم، حالا باشد تنها موندم. گوش کن زینب، اگر تو با دکتر خاندار شوی پدرت او را صاحبی میکند، پدر و عمکت او را پشتیبانی میکنند. نخواست که او را تنها گذاری، آخه تو او را دوست میداری. دخترم رد نکن، راضی شو. دوست داشتت رو چرا تنها میگذاری؟ راضی شو دخترم، با او خاندار شو زینب. پدرت هم خوشبختیت رو بینند، او را هم فهم. هر یک پدر خوشبختی دخترش رو دیدن میخواهد. همین تفنی دلو. من چی گویم خالای گلی، شما حق هستید، لیکن قرار رو باید زینب ببرم. خوش دخترم، چی فکر داری؟ تنی بیانگر بگوی. مالک شنگه، هرچی که شما خواهید. آفرین دخترم، انا این گپ دیگر. دیلا از خورسنده میگیریم، تو رو تبریک میکنم. زینب راضی شد. خدایا شکر میگویم تو را. خدا چی را پس باز گوشه که میکند؟ از عطای حامد پرسید. چی شده است حامد؟ بخیر است؟ بخیر است اکا، بخیر است. به نزدیکی توی زینب می شود. دکتر آماده شو، بگاهی آمده زینب را از من خواستگاری کن. مرحمت. تشکر. دکتر با تو چی بدی کرده است که او را کشتن میخوری؟ بینمون دوای خونین است. هرچی که شما فرمایید جناب صبا. کچه چی شده سینان؟ به دهه آبی کلان رفته، رافع را یاب. او معلمه را به تو میسپارد، او را گرفته به قرارگاه چند نفر بیار. همراه هم گیرم. خدا تنها را هجوم نمی کنیم. کار کرده معلمه را به اینجا بیار. لازم شود مسلم به تو کمک میکند. روزنامه نگار، بله اینجا بیا. چیز چورات را گرفته، برا به مقصدت میرسی. کچه تو را به ده میبرد. از آن دکتر
انتقامت را گیر. او را میکشم، نصف میکنم. تنیراتن از قسم بیا. آفرین، راو. کجا؟ داروی من بده. اکنون برای دکتر و معلمه ساعتهایی و شمار مانده است. برای چنین روز یگان لباسی ندارم. اینجا دیگه هست. لباس اهمیت ندارد. شاید زینب اهمیت دهد. غیر از این بگو برای من خیلی مهم است. راست میگویید. انا اینش میشود، اما اون رو در زمان کردن نکن. من در زمان کرده میورم. تشکر دیلو، تو بهترین دوستی. خدیجه بیا شین دخترم، شین. شوهرت هم مرد، تنها موندی. ما قرار دادیم که تو را با فرهاد خانه دار کنیم. خوزه جون این طور نگوید آخه. او برادر شوهرم است. او با من هم برادر حساب میشه. عرف و عادتمان همین است. چیز و چارت رو جمع کن کلین، تا گاه از اینجا میرویم. چیزهای آوردم رو با پوسبون سپوریدم، رفته از اون میگیری. اگر یگان چیزی دیگر لازم باشد گپ بزن. حلوا میخواهم، با من حلوا بیار میلش. ها میلش فهمیدم. باز یگان چیزی دیگر لازم؟ نه تشکر، فهمیدم. چرا مرا به حبس خانه میبرید؟ تا برآمدن حکم سود در اینجا میماند خانم زیلا. مالش خدا مددگارتون. نامتان زیلال است. چطور به تشکیلات زیر برای چند بار گفتم به او خوراک نده. به خدا که دیگر نمیکنم. تشکیلات کتاب‌های نو فرستاده است. میدانم. همین که زنها آمدن تقسیم کنیم خوانند. جزایش را دادم. دیگر حتی در سرش فکری به تشکیلات زید برآمدن را نمی‌کند. برید. او را برید. تا عقلش به جایش نهایت به او خوراک ندهید. کنی درآید. زودتر زودتر. این را جنازه قبول فرستادم. آماده شوید، یک خائن را پیشواز میگیریم. خواهش جناب صبا. خدا مددگارتون خواه. خدا راضی باشد دخترم.
السلام علیکم. انا اینجا گذارید. تشکر دخترم. به دستی ما افتادی، دستگیر شدی. میدونم دخترم، لیکن من به این هم محبوسم. به دستی تشکیلات افتادی. هرچ کی یافتم گرفتم. این رو هم اینش رو بده. آقای دکتر هم آمدن. خوش آمدید آقای. کلی بریم آقای دکتر. مرحبا. امروز دکتر نیست، امروز داماد است. امروز چه باید گل میوردی الدو؟ من؟ آقای دکتر، من در این دهه گل رو از کجا میابم؟ آقای دکتر، شما غم نخورید. اینجا وقت ما دیگر است. بله. در ما گل نمیدیند. اما بینید برچه داریم. هر روز برچه را بدیم. نامش گل است. نامش را من گذاشتم. من رسم آیین شما رو نمیدونم. کمک میکردید؟ راست کمک میکنیم. این هو برای چی لازمند؟ آقای طرفی عروس شربت می‌آورد و با ظرف‌های برده ما همه را مهمانداری می‌کنند. آن طرفش خوب می‌شود. خواطر نشوید. لازم نیست. شما رو زحمت دادم. رفتی برادران. تو نمی‌آیی دیلو؟ خب باش من اینجا مونم. در این روز خورسندی مرا تنها نمی‌گذاری. حالا روزهای خورسندی زیاده در پیشن. بازار هم رو خورسندی میکنی. گریه کردی دیلو؟ من از خورسندی میگیرم آقای طاهر. تشکر دیلو. آقای دکتر زودتر میرویم بینه برچه هم حتی بساخت شد. رفتیم برادران زودتر راه کردیم میرویم. آقای طاهر زودتر باشید میرویم. این چیه دیلو؟ اونها با کجا میروند؟ آقای طاهر برای خواستگاهی زینب میروند. نه خود پدر دخترم از دست دواگران خونینمان گریخته به دست تشکیلات افتاد. من باشم از پس او رفتم. شخصانی گفته اتون را باشد نمیشناسم. ما را مجبور نکن، حالت بد می شود. گپ زن و رهایا. دخترم شما خطا میکنید. گفتم که من آن آدم ها را نمیشناسم و خدا برای دمت رو گیر. تا راستش را نگویی برای تو خوراک نیست. این لعلی را بر. تا من نگویم به او خوراک نمیدهی. با کی گفتم بر؟ مالش هرچی که شما فرمایید. گاب زن ابلا وگرنه از گرسنگی میمیری. خدا که من برای دخترم با کوه رفته بودم. مکتوب رو محمد سینون میدیم. محمد مجده. با تو راه سفید. تشکر. سینون خزید. چی گپ شده است؟ آرام خواب کرده هم نمی شود. خطکشان اومد برای شما مکتوب. خطکشان؟ چه مکتوب بوده است؟ خبری بد است اکای سینون. مرکز مرا بگاه دیدن میخواستند. برای چی؟ کاری مسجد را تمام نکردیم. شاید برای همین باشد. آن را از بنیامین برارم. آه کچا به همش تو گناهکار. رادا هوا تاریک نشده باید به بهار رسید. رادا خدایا رادا
جای دکتر همینجاست. راو نترسیدم. خاطر نشم. تو با من نمیایی؟ من به این کار دخالت نمی کنم. فرمان چنینه. ببخشید شما رو ترسانیدم. با من دکتر طاهر لازم. بیهوده انتظار نشوید. آن کسی بیگاه نمی آیند. من باید طاهر را ببینم. شما بیمارید؟ نه از شهر اومدم. دوست نزدیکش هستم. خواستم را خرسند کنم. التماس مرا به نفسش برید. معنیش رفتیم. ببخشید ممکن است چیزی چرا را اینجا مانم؟ البته نمید. مرحمت. تشکری زیاد. انا در همین جویم. تشکری زیاد. شما میتوانید روید. شبی خوش. شبی خوش. مبارک شود مبارک شود مبارک شود. آقای حامد دیگر چاره نیست. بله آقای حامد راست میگوید. توی را هم می‌دارند. خدا خواهد خرید توی را من به عهده میگیرم. بله ان شاء الله. بله. روش را من میارم. چی همین خانه‌دارشوی آنها نمی‌رسید. اینها که یک جای شدند کی می‌داند به فرمان با چی بالاها را می‌آورند. به خدا چرا می‌خواید؟ توی خودم باشد. آقای خدا وقتی تفیدی هم دیگر موافقه. به همتون تشکر. شما رو زحمت دادم. این خیلی نگوید دکتر. در نزد خوبی هایتون این هیچ است. بله. خیلی برادران بیایید برویم. آقای دکتر پیش از توی باید استراحت کنم. استراحت. سلامت باشید. شبی خوش. مبارک شود آقای دکتر. بار دیگر مبارک شود. خدا وقتی تفیدی هم. دکتر من آمدم طاهر. تو؟ برای با تو حسابم را برابر کردن آمدم. مرا چی در روزنامه ها عکست را دیدم طاهر. یک دکتر فداکار در دهه دوردست بوده است. همه روی اصلی تو را خواهند دید.
خواهرم را کشتی. من تو را میکشم. دکتر تو کیستی؟ احمق با من عزیز نشده کنی مگر نمیفرمم عزیز نشده پس میگویم تو کیستی بگویم دور شوید نفرانم سلاحت را پس میگویم نفرانم تو را میکشم نجور آقا رئیس و دکتر ایسته چه شما به هم دیوانه شده اید؟ کیستی نابکار صبر کنه آقای رئیس دکتر را باشه میخود میبرید که دکتر را میبرید ایسته داخل یک فهمیم چیست چی میخواهد؟ های برادر از جان افسر شده ای چرا در این جاها سیلا با دست گرفته میگردی؟ پیشدرا ما به خانه تا روید آقای دکتر بخیر است آقای دکتر خدا نگه دارد خوب هستید؟ آقای دکتر بخیر است خوبم آقای دکتر خداوند توبه و این دکتر چی شد؟ نمیدانم کمی ناتاب مینماید شاید کمی ترسیده باشد Apay zilor. Apa khizid. Apay zilor. Apa khizid khuru kovardam. Apa. Ob. Hoze apa. خیزید اپا و بوردم خیزید چی کار میکنی ها؟ خیز از جایت چی هم کار میکنی گاب زن من جاسوس نیستم با خدا که جاسوس نیستم من از چیزی خبر ندارم تنها با خود نمیدونم تا نگوی راستش رو گوی مقصدی با تشکلات همراه شدن چی بود ها؟ گاب زن چی بود؟ گاب زن یگان چیز گفت؟ نه اما زیاد طاقت کردن نمیتواند از دستی من چی رها یافته است لازم خاطر نشو من کاردار نمیشوم خودت میدانی همین که به جاسوس بودنش قائل شد مثل دیگران میمیرد ها پیش از مردنش اعتراف کردنش را به نوار گرفته به همه قرارگاه ها فرستید بگذار به همه خائن ها عبرت شود اطاعت لازم خواب نمیکنی کنیشش نکنی شو نتوانستم پدر او را کشتن نتوانستم قصاص خواهرم را نگرفتم
من انتقامم رو میگیرم پدر، میگیرم. کفته شد بیار. برادر خوب هستی؟ خوبم تشکر. برای تو چه آوردی؟ دستتون درد نبیند. مرحبا. شید کو گبزم برادر، تو با این دختری ما چی دعوا داری؟ کنی بگوی؟ آن مردی در وقت جراحی کردنش خواهرم را کشت. خواهرم خیلی جوان بود. در نتیجه یک جراحی خوردک خواهرم را از نور ربود لعنتی. اکنون من او را میکشم. من خطا نکردم. بیمور با عیب من نبرده بود. گوسفند ها رو نتوران، اینجا چی کار میکنی؟ با فرمان جناب سبا برای بردن معلمه آمدم آقای رخصه. چرا اینقدر زود آمده؟ کمی صبر کنید آخه. امروز باید معلمه رو برم. روز بخیر احمد جان. برای چی آمدی زینب؟ برای خوراکی برای چی آمدم؟ خب مایلش معلمه رو به خونه مسلم فرستاد وگرنه دخترم میمیرد. آقای طاهر، آقای طاهر، آقای طاهر، آقای طاهر. آقای طاهر کشوید. برای همش تشکر زیاد. دقت باش. به من گوش کن برادر. تو میخواهی دختر را کشی، اما این آسان نیست. سیلهاداران خیلی کوشش کردند اما کشته نتوانستند. این دختر و مثل گربه است، همیشه با 4 پایش میافتد. فهمیدی؟ از دست من رها نمییابد. کنی بینیم از اودش میبرامده باشی یا اینکه نه؟ خیر برای کار. دکتر با کجا؟ به خدا این دیوانه دکتر رو میکشد. در حال رفته به حمید خبر میرسونی که برای دامادش چاره اندشتن. همینطور؟ البته به دکتر رو بحث تو چی؟ تو چرا دخالت میکنی؟ به سرت بلا خریدن میخوایی؟ کنی بدرون درا؟ درا بدرون درا. آخه پدر امروز از خانه بیرون نمیبرایی فهما؟ خدای توبه، در درون است و درون نمیکشاید؟ بله اماکی امید، من رو دیده پرده رو پوشاندن، حیرون موندم. به نظرم کمی ناتوب نمودن. کمی پیشش آمده بود. دیشب شخصی سیلهاداری به دکتر هجوم کرده است. دیروز بگوهی از شهر یک دوستشون اومده بود. اگر سیلهادار بیگانه باشد پس همان است. خدای توبه، اون آدم کی باشد رفته فهمیدن لازم. بخیر است اکای حمید، با کجا می روید؟ بخیر است انگه، بخیر است. به نزد داماد رفته می آید. شما بیمارید؟ خواطر نشود انگه هیچ چیز نمی شود. شود هم دامادمان دکتر است. همین طور نه انگه. راست میگویید. طاهر پسرم در افشا. آقای طاهر،
آفرین. آن همین موضوع رو در دفترهاتون نویسید. خوش. شما هم نویسید. آفرین. امروز درست رو خوندید؟ شما هم نویسید بچه ها. آفرین. وظیفه رو تیار کردید؟ تیار کردید؟ بله. آفرین. والیا. احمق جان، شما با اینجا نمی آمدید؟ یگان واقعه شد؟ وای، زن مسلم از تو درس گرفتن میخواسته است. همون زن او بود؟ بله. همین که درسم رو تمام کردم زود میروم احمق جان. با شما چی شد احمق؟ خوبه؟ خوبم. با فکرم شما چی مشکلی دارید؟ یا اینکه بیمار شدید احمق؟ نه خوبم. بیا دخترم رفتیم. بیا چی شد؟ یک دستمونه داشتم تیلویی بود، آن رو فراموش کردم. شما رفتن گیرید، من از پستون می آیم. ما تو را انتظار میشیم دخترم. رفته گیر. زود نزدیک استید. برابر شو. راست شو. برابر شو. به من گوش کنید. در نبودنم سردار مژده است. فهما؟ کسی به فرمانم اطاعت نکند وای بر حالش. مرا فهمیدید؟ مژده اینجا بیا. گوش کن مژده. اگر من بر نگردم قماندان کیچه است. فهما؟ چرا بر نمیگشته؟ مرکز شاید مرا جزا دید. چی بودنش را نمیدانم. میلش با دقت باش. مرا فهمیدید؟ تو با من بیا. کنی همه از پسی کار پراکنده شده. زودتر. برفین مرا سرده من روم. چی ها میگویی ها؟ چی ها میگویی؟ کنی رو از دستم. تو حالو همه رو نشناختی برفین. ما انجک دیخواهیم. من آیشه دختری روسته. گفت زده ایستاده ای ارام گفته. من یکان رو که رو نشناختم. بس کن چقدر گریه میکنی؟ گفتم که آیشه رو میارم. تو گفت رو نمیفهمی؟ بله میدونم. میارم گفته بوده. بس آخر گریه نکن. من برای آیشه نمیگیرم. من برای دیگر چیز میگیرم. خدایا توبه. حاضر تبم خیر است. مرا به قدم نار. گپ زن چرا گریه میکنی؟ میگویم اما کسی نباید فهمد. ایلش گپ زن. زینب بیمار است. سرطان است. چی؟ سرطان؟ تو چی ها میگویی؟ عمرش کم مانده است. جوان است. خدا مدد کند. خاک بر سری من. حامد در خانه نیست. در کجاست؟ به نزد دکتر رفت.
آخر با این طور نشستن پسرم کاربود نمی شود. کنی دردت رو گوی، حل میکنیم، کمک میکنیم. من در نقطه طبی میشوم آقای طاهر. رو دخترم رو. آبا کنی داماد دردت رو با من گو. شنوم. اهمیت ندهید. چیزی که به خاطر آوردن نمیخواهم. چیزی که نباشد با آن شخصی نوآمده علاقه دارد. با سلاح به تو هجوم کرده است. گوش کن داماد، ما هم سلاح داریم. کار را این طور نمیگذاریم. دانسته باش. من با سلاح کار ندارم آقای حمید. حمید زود باش. شده است که چی واقعه؟ در خطر است. چی؟ شما چی میگوید؟ چه خیل خطر؟ با زینب چی شده است؟ دخترت به دام سلاح داران میافتد حمید. اکا شما از کجا میدانید؟ دام را من گذاشتم حمید. برای جان دخترم را خریدن. دخترت را به تشکیلات فروختم. در کجا برای زینب دام گذاشتید؟ باید به خانه مسلم رود. سلاحداران او را از همانجا می‌دزدند. زینب حالا در کجاست؟ نمیدانم. شاید به خانه مسلم رفته باشند. رفتیم داماد. کنی خیز میگویم بیدار شو. مادر جان بیایید خوراک تیار است. برفی برو بخیر است مادر جان. گویا ما رو تا حال ندیده باشید. ها راست. گویا ما رو ندیده اید مادر جان. راست میگویی. چرا نکنم کنی بیدار شو. این چه خوب کردن بوده است؟ با کی میگویم؟ بیدار شو. با کی میگویم؟ چی؟ یاریدیه بیخوده داد نزن. یاریدیه کسی به تو کمک نمی کند. چی جرأت می کند کسی به کاری من بینی خلاند؟ بینیش رو میبرم. گشتم این بوزی هایت را بس کن. خیلی زودتر گفزن گفتم. برای چی کار میکنی؟ همراهانت کی زده؟ چی میگویی؟ گفزن آخر. خیلی دختر چی خیلی دختر آخر او را میکشی. با کاری من دخالت نکن. یا گب میزنی
یا میمیری. در محکم است رفته است. رفتیم. اون خونه در کجا بود؟ کنی گابزن پاسبان اگر خبر دیگی هم تو و هم دخترت میمیرید فهمیدی؟ خامشین ده نگاه کن خوب نگاه کن اینها هم مثل تو هن از 50 نفرشون 39 تاشون رو کشتیم تو رو هم میکشیم قبول کن وگرنه تو هم بر از اینها میروی من جاسوس نیست نانه های سهرا در کجا بود؟ زودتر آقای حمید. آقای حمید با شما چه شد؟ خوبید؟ من خوبم. تو رفت زینب را نجات دید. با فکرم همینجا. خوش آمدید خانم معلمه. مرحبا ببرید. گابزم نگویا. خدایا توبه. شوهرم زنده است. چی گفتی؟ بس کن برداره خیز با نوار گیر دخترت در دست تشکیلات است اگر گپ نزنی و این نوار به دست تشکیلات افتد دخترت میمیرد مرا فهمیدی؟ مایلش گپ میزنم به نوار گیر گرفته ایستادم من جاسوسم برای دولت کار میکنم دیگر گفتنی ندارم با جای قتل بره خیز مرو سردی سلام شما کنتم میخواستید خیلی کنتم ما تو رو انتظار معلم شما کسی راهگر نگویم اولاد ندارو راهگر
ایست میگویم ایستو ایست بابا نزدیک نشم گفتم سرده میگویم گفتم که کاردار نشو دکتر وگرنه هر دویتون را میکشم راه از اینجا کاردار نشو گفتم راه از اینجا اکنون تو میمیری آروم شو آروم شو وهي هلا عم نشيل استاذ تاني لحتى نخربط الوضع ونمنع التقدم ونزيد الارهاب بالمنطقة، وهيك ما حدا رح يسترجي يواجهنا والكل رح يخاف، وهي رح تكون فرصة منيحة لحتى نسخر الشعب ويصيروا كلهم خاضعين إلنا، لأنه الشعب متى ما حس بالخوف بيخضع لأي حدا بيطلع بوشه. قرار المجلس للمرحلة هي هو المصادر المالية وبنود الصرفيات وأي مصادر جديدة، والمفروض ننشط كل التنظيمات من مافيا ودعارة وتجارة أسلحة ومخدرات وجماعات دينية باعتبارها الشغلات مصادر إضافية. بقى لازم كل مشاريعنا الجاية تركز على هالشغلات وهالمصادر الجديدة هي. بس يا معلم البلد نزف دم كتير بهالمعمعة هي، وغير هيك مكانت وأسهم شركاتنا نزلت، بقى لازم ننتبه لأنه هالشغلات خطيرة كتير وما بتشبه كل شي كنا نعمله، وخايف إنها توقع فوق راسنا. يعني أنا ما عم أفهم هلأ، أنتو كتير خايفين على البلد وعلى شغلكم؟ والله اللي بيسمع بيقول إنه كله من تعبكم وعرق جبينكم. يعني ولا تنسوا أنتو قديش سرقتوا ونهبتوا من هالعالم، يعني ما بتفرقوا شي عن يلي بالجبال غير إنكم تتطقموا وبتلبسوا جرافات. الوضع هلأ تغير كتير، واسمحوا لي لكم عن الشغلات اللي عم نعملها بهالفترة مشان نخلق حالة سيكولوجية بخصوص العملية يلي بدنا نساويها عن الأصولية. ومشان هيك بلشنا ننشر أخبار بجنوب شرق تركيا عن دور الدين بتهديد حرية البشرية، وبعدين وبعد فترة صغيرة رح نربط تطور البلد بالمسائل هي، وبصراحة الناس عم يتأثروا بسرعة كتير كتير كبيرة. يعني النتائج كتير مشجعة. من زمان كان في شخص عم يشتغل لمصلحتنا، تذكرته مو هيك؟ وقتها هذا الشخص فادنا كتير، وهلأ كمان بدنا نشتغل بنفس الطريقة القديمة، وبدنا نأسس تنظيم شعبي له طابع ديني ومرتبط بهذا الشخص ومرتبط بكل أتباعه كمان، وبس يجي الوقت المناسب بنسخر هالزلمة هاد. تتذكر المرة يلي انت كنت عايش معها؟ شبهها؟ ايه بتذكرها. شبك ما في داعي لتنفعل، نحن بس رح نستفاد منها شوي ونأسس مافيا الدعارة بمساعدتها، ورح نساوي ساونا ومسابح وكوافور ومراكز للتنحيف كمان، وكلهم رح يكونوا تحت سيطرتنا، وبهالطريقة هي منستفاد من هالشغلات هي تجاريا، وبنفس الوقت منوقع كل يلي بيجوا على هالمراكز هي بالكمين يلي نحن ناصبينه. وكمان البنات يلي عم نجيبهم من برات البلد عم يتم اختيارهم ليشتغلوا بشركات عرض الأزياء هون بالبلد، وكل وحدة إلها عنا سجل. وإذا بهالطريقة هي بنقدر نوقع أعضاء من البرلمان وحتى وزراء كمان، وفينا تحت التهديد نخليهم يحكوا كل شي بدنا إياه منهم. وشو بدنا نساوي بكاسيتات التهديد اللي سجلناهم؟ برأيي هدول أعطوهم لزلمتنا. طيب معلم، يعني كيف رح يصير الشكل الجديد لتوزيع المخدرات؟ أكيد في اقتراحات جديدة. ايه رح نوزعهم عن طريق المافيا، وكل شي بيجينا من هالشغلة بنستغله بشي شغلة تانية، ورح نرجع نعيد تنظيم العصابات يلي جوات التنظيم. وغير هيك خططنا الجاية رح تكون عبارة عن تأسيس شركات متعددة الجنسيات من البلد ومن برات البلد. مرحلة هالمعمعة هي بدها تفوت كل شي ببعضه، وهيك نحن بنقدر نشتغل بكل رياحة. لازم نخلق التوتر بين الشعب، ولازم يحسوا انه هن عم يتعاملوا معاملة مواطنين من الدرجة الثانية، يعني المفروض نضغط عليهم بشكل كبير حتى نسيطر عليهم، وكمان لازم نلغي ثقافتهم وقيمهم كلها. بالضبط، ولازم نشتغل على شغلة التفرقة الدينية ونلغي ارتباطهم الوطني
ولازم نخلق الفوارق الاجتماعية والطبقية والاقتصادية بين كل الناس حتى يصير في خلافات بالمجتمع. شرف مدیا تقدیم میکند